چندین غم مال و حسرت دنیا چیست؟ عمر خیام میگوید چندین غم مال و حسرت دنیا چیست؟ هرگیز دیدی کسی که جاوید بزیست؟ این چند نفس در تن تو عاریتی است، با عاریتی باید زیست. این نفس هایی که در وجود شماست میگد عمر خیام، اینا عاریت هستند. عاریت چی رو میگن؟ من یک همسایه را یک بیل است، یک تبر است میتم و بر اون مهلت میتم که فردا بیل یا تبر مرا پس بگردان. این عاریت میگوین. یعنی این جانی که در وجود ما و شماست، این را خداوند عاریت داده است که فردا من میگیرمش، این ابدی در بدن تو نمیسته. بیا خدا رحمت کنه سعدی را، بیا ای که عمرت به 70 رفت، مگر خفته بودی که برباد رفت؟ ای انسانی که عمرت به 20 به 30 تا 70 رسید است، بیدار شو میگد که برباد رفتی سی. ساعتهای تو همه به غفلت گذشتی سی. زی 50 دیرم 5 اگر کم شود، دلت ریشی سر پنجه غم شود. چو 50 سالت برون شد زی دست، غنیمت شمر 5 روزی که هست. از 50 سومت 5 سومش کم شود، تلخ کف میشه که میگد در اندوه میغلطی، غمگین میشه که 5 سومی من از دست من رفت. این 50 سال عمر رفته زی، این دیگر بر پول خریدن میشود و این را بازگشت هم ندارد. برای دل تو نمی سوزد، برای بیهوده رفتن این دل تو نمی سوزد. اگر مرده مسکین زبان داشتی، حضرت در آخر میگوید اگر مرده مسکین زبان داشتی، با فریاد و زاری فیغان داشتی. اگر مرده وقتی میمرد، وقتی که میگد انسانها در نظر میکند حیات بیهوده ما و شما را وقتی میبیند، میگد اگر زبان میداشت با تمام آواز فیغان میکرد که شما به قدر عمر خود برسید. پیش از همه آمد به زمین آدم و حوا، پیش از همه آمد به زمین آدم و حوا. کو یوسف و یعقوب، کجا شد زلیخا؟ کو خسرو و شیرین وطن کرده به صحرا؟ کو لیلی و مجنون، کجا وامق عذرا؟ از جور فلک چاکی گریبان همه رفتن. البته همه رفتن و ما و شما در نوبت ایستادگی هستیم. از این خاطر فراموش نکنیم چگونه ای که رسول اکرم هر روز در یاد مرگ بودند، ما و شما در یاد مرگ بسیارتر باشیم. فراموش نکنیم. انشاءالله اگر ما و شما فراموش نکنیم، عاقبت ما و شما نیک می شود. بهترین بنده، هوشیارترین بنده همون بنده ای هست که فقط در یاد مرگ است. خدا رحمت کند مولوی را. میگوید به وقتی قبض گفت عزرائیل ای نوح، کشم از قالب تو این زمان روح. چی دیدی در جهان از عشرتی خیش؟ تو چی دیدی گفت؟ چگونه یافتی این داری دون را، که دیدی بزم و چرخ و نیلی گون را؟ مولوی میگد حضرت جبرائیل سوالش کرد دنیا را چگونه یافتی؟ تو گو یک تبدلات دنیایی را دیدی، دنیا یک بار زیر آب ماند. چگونه یافتیش؟ حضرت چی گفتن؟ بگفتش یافتم چون قصر دودر، شدم داخل زیاد خارج ز دیگر. ندیدم هیچ چیزی را به عالم، نخورده خشک و لب زین پا کشیدم. به دستم از گرفتن نیست رنگش، به دندانم زی خوردن نیست رنگش. گذشت چون خواب چون خیاله، به خاطر نیست جز رنج و ملاله. مثل یک خواب، مثل یک چشماقه که میزند نابود میشود، همتا میگه گذشت. بغیر رنج، بغیر مشقت هیچ چیز در خاطرم نیست. همین دم دانم و این سختی جان، و فضل حق شود این مشکل آسان.
همین زمانی که الحال تو آمدی و جبرائیل و عزرائیل می آید قبض جان من میکند، در همینش من در اضطراب هستم که چگونه جان من بر حق تسلیم میکنم. همینش البته پیش راهی مرا گرفت است. دیگر دنیا در نظر من هیچ چیز چگونه گذشت خود درک نداشت. از این خاطر مولوی میگد نظر اول به حالی پیش و پس کن، پس از وی دولتی فانی هوس کن. اول یک گرد اطراف تماشا کن، یک تاریخ دنیا را بخوان، بعد از آن محبتی بر دنیا میبندی یا نمیبندی این به عقل تو وابسته است. به گوریستان گذر، یک دم نظر بر اهل حسرت کن، سری حسرت پیچیدن در چاک گریبانی. و تاج و تخت و آب و رنگ این فانی چی می نازی که بعد از مدتی اندک و خاکی دهر یکسانی. بذار از آب و رنگ و دون بنای خانه دین کن. جهان ناید بکار اما بکار آید مسلمان. این جهان بکارت نمیاد بلکه بکارت چی می آید؟ این توشه و این مهنتی که تو بحر اسلامت کرده است، اینها البته بر تو دستگیر می شود.